میدون پابلیک اسکوار، همون میدون جمهوری ارمنستانه. ببینید ماشینای پلیس رو نشون بدم بهتون. آمبولانس چند دقیقه پیش ماشین آتش نشان اینجا بودن. سیاست‌های غلط برخی از کشورها اجازه ورود توریست به کشور رو نمیده. متاسفانه برخی از کشورها اینجا. ببینید حدود 20 تا ملیت جشن آب ارمنستان که مربوط به مسیحیت هست، یه پیشینه مسیحی داره، مردم این جشن رو میگیرن و تشکیلات و میان به عنوان توریست این کشور دلاراشون رو خرج میکنن برای یه تفریح یک روزه. ببینید مگه چه هزینه‌ای داره. ببینید آخه چرا نباید تو خیلی از این کشورهای دیگه این سیاست خوبی بوده که الان کشور ارمنستان گذاشته. من اینه که چرا آخه برخی از مسائل نباید این شکلی رقم بخوره که مردم بتونن استفاده کنن و ما بتونیم درآمدزایی داشته باشیم از این جشن‌های این شکلی.